بیاین تصور کنیم که این رامبده و توی این لحظه از زندگیش با یک شرایط بحرانی روبرو شده. خب حالا این بحران باعث شده که رامبد اول استرس بگیره و حال منفی داشته باشه، یعنی حالش اصلا خوب نباشه. خب حالا بیاین با هم بریم ببینیم توی ذهن رامبد داره چه اتفاقی میفته. این ذهن رامبد داره اون بحران و اتفاق منفی رو میبینه و همزمان یک سری افکار منفی توی ذهن شروع میکنه به تولید شدن. مثلا چه فکری؟ مثلا نکنه این اتفاق منفی واسه من و خانواده‌ام بیفته، نکنه اتفاقی واسه من بیفته، نکنه جونمون رو از دست بدیم و به 1001 فکر منفی دیگه همزمان داره فکر میکنه. اینجا رامبد چون بلد نیست، جهل داره، نمیدونه چطوری باید با این افکار منفی رفتار کنه، همزمان هم استرس داره، هم نگرانه و هم ترس شدیدی رو داره تجربه میکنه. چرا؟ چون رامبد به خاطر جهل خودش جهل داره، به خاطر جهلش داره نگرش منفی رو انتخاب میکنه. رامبد از این موضوع آگاه نیست که میتونه به هر چیزی که دلش میخواد فکر کنه. اتفاق بد بیرونی رو داره میبینه ولی میتونه اینجا یک فکر مثبت انتخاب کنه. مثلا به خودش بگه درسته که این اتفاق بدیه که الان افتاده، ولی طبق قانون قطبیت به ما چی میگه؟ میگه هر اتفاق به همون اندازه که بار منفی داره به همون اندازه هم بار مثبت داره. پس طبق قانون قطبیت این اتفاقی که الان بده به ظاهر واسه من افتاده قطعاً یه چیز خوبم داره، قطعاً یه خیری توی این اتفاق بد هست که من الان نمیتونم بفهمم چیه، الان نمیدونم چیه و من چون کنترلی روی اوضاع ندارم پس مجبورم نگرش مثبت رو انتخاب کنم، چون میدونم اگه نگرش منفی رو انتخاب کردم اول نگرش منفی تبدیل میشه به فکر منفی. فکر منفی میشه چی؟ میشه احساس منفی و احساس منفی در نهایت میشه بیماری. یعنی من دارم خودم رو با دست خودم میکشم. چرا؟ چون فقط دارم منفی فکر میکنم و انرژی منفی رو در بدنم جاری میکنم، فقط به خاطر اینکه از قوانین آگاه نبودم.